شرم فقط یه احساس نیست، یه باوره. یه باور که یه چیزی توی من مشکل داره و بیشتر وقتا این حس اصلا از خودمون شروع نمیشه. از واکنش بقیه یادش گرفتیم. وقتی تحقیرمون کردن، نادیدمون گرفتن یا قضاوتمون کردن و کم کم این پیاما تو وجودمون زخم‌ها ساختن. مثل این که من کافی نیستم، من زیادیم، یا اگر خود واقعیمو نشون بدم دوستم ندارم. من همیشه شرم رو مثل این ساعت شنی میبینم. شنها همون پیام‌هایی که با گذر زمان جذبشون کردیم و این شیشه ما هستیم که انگار گیر افتادیم توش و باور کردیم که خود شرمیه، ولی ما اون شنها نیستیم. میتونیم کم کم ازش فاصله بگیریم، با دیدنش، با اسم گذاشتنش و با مهربونی با خودمون. شفا دقیقاً از همینجا شروع میشه.